شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 14. از یاد داشت. حالا مرا در اولمان چون شاعر رسول غمزتوف میشناسند، اما زمانی بود که چون دهنیالی بی پر و فلک میشناختند. با کار شغل میکردم و در عین حال فکرم به چیزی تماما دیگر بند بود. بنابراین کرته را چپه پوشیده تگمه پلتایم را نادرست میگذرانیدم و با همین احوال کوچه میبرآمدم. بندی باتینکم را نمیبستم و اگر میبستم چونان سست که همین زمان گشاده میشد. آن وقتا در حق من این طور میگفتند: چه خیل شده است که چونین پدری آزاده و با معنی این پسری تلبه‌ای به ترتیب رویده است. کدام آنها پیر و کدامشان جوان؟ آن که بستنی بندی پایافزالش را دائم فراموش میکند یا آن که هیچ وقت هیچ چیز را فراموش نمیکند؟ آره، جواب میدادم من به این محاکمرانی های بیهوده. من به خود پیری پدرم را گرفته با او جوانی هم را دادم. در حقیقت پدری من تا آخری عمرش مردی آزاده، چست و چالاک مانند جوانان بود. او ظاهراً با باطناً همیشه به ترتیب، به انتظام سعی کار بود. تمام اهل اول می دانستند که پدرم در همان یک ساعت معین پوستین پوشیده بالای بام می براید. از روی این کار او ساعت درست کردن ممکن بود. یک هم‌اولی جوانمان از خدمت حربی به پدر و مادرش نوشته است: ما بر وقت میخیزیم، ما را وقتی بمباری غمزت بیدار میکند. اگر کسی به غمزت واخوردنی باشد میدانست که کدام ساعت و کدام دقیقه برای خونزخ برآمده است. غمزت همیشه در ساعتی معین از خانه برآمده به کار میرفت. مردم تمام خصلت و عادتهای او را میدانستند که او اسب را از جلوش تا کجا داشته میرود و بعد سوار میشود. کرته عادی سیاه شمی گلفی موزه ویرا که خود دوخته بود و هر پگاه خود تازه میکرد میدانستند آنها کمربند ریشی دائم به ترتیب و ولی هرگز تیغ نزده او را میدانستند. پاپاخ ویرا که به یک طرز جدی پوشیده میگشت نیز میدانستند. خراقولی کلاهش چندان جنگیله‌دار هم نبود و آن قدر پخماق هم. پدرم سیمایی داشت که هر چیزی پوشد، هر کاری بکند به خودش عجب میزیبید. غمزت را در سر و لباس دیگری و با رفتار و کردار دیگری تصور نمودن دشوار بود. خودی اون از دیگرگونی را نمیپسندید. اگر لباسش کهنه شود و نوش را گرفتن لازم باشد، عیناً همان خیلش را میجست. اگرچند لباس نو از روی اندازه لباس کهنه مانند آن دوخته میشد. پدرم روزهای اول به لباس نو عادت کرده نمیتوانست و ناراحت میشد. یک وقت تسمه‌اش خورده شده کند. تسمه نو خریدن هیچ گپ نبود، اما تسمه کنده را سخت دوخته باز چند مدت بسته گشت. او آدمی خسیس نبود و پول هم داشت، اما دل نمیکرد که از چیزی عادتیش جدا شود. عاقبت تسمه باز کنده شد و پدرم را لازم آمد تسمه نوی بخرد. لیکن به تسمه نو حلقه تسمه کهنه را دوخته بسته می گشت. کلاه خود را گویا آن برچه باشد همیشه سیله می کرد. مادام که به قدر تسمه کهنه‌اش این طرز می رسید، پس تصور نماید که پاپاخ برایش چه قیمت داشت. تابستان سال 1941 وقتی سر شدن جنگ، حکومت داغستان اصرار نمود که پدرم کوچیده از کوهستان به مخچقله فراید. بعد کوهستان سیرون شهر به نظرش گرم و دم نمود. لباسی که به هوای کوهستان موافق بود در هوای گرم شهر وزینی کرد.
خصوصا کلاه. پدرم شبکه و شلپه های گوناگون را پوشیده میدید، ولی آن کلپوش ها سیمای عظمت را یک بار چنان تغییر میدادند که او قطع نظر از تشویقات ما فرزندان آنها را یک سو هوا میداد. همین طریق غمزه در مخچقله پاپخ به دست میگشت. گاه به سر میپوشید، گاه از سر میگرفت، اما یگان دقیقه از دست نمیماند. آدم تا به جنگ بر این آفت عادت میکند و زندگی به جریان خود بگذار جریان نفت، جریان جنگی باشد، میدراید. پدرم باز دم به دم به کوهستان برآمده میرفتگی شد. او در آنجا چه آزادانه نفس میکشید، پاپخ خود را به ملال پوشیده میگشت. پدرم آن روزها به شخص مانند بود که چند وقت باز خماری تماکو است و یا تماکو ندارد که بکشد. تماکو کشی را برایش منع کرده اند. در این وقت یک باره امکان پیدا می شود که از تماکوی بلند خوشبو پیچانیده به فرصت و با لذت آتش گیراند، همچنین چند قلابی چقوری کشد. پدرم تماکو کش نبود، اما لذت ایجادی، مهر کشوری عزیز بر این شادی و خرسندی های بزرگی حیات 100% حتی از چیزهای میده ترین زندگی مانند تماکو کشی بس لذت می بود. از دفترچه خاطرات پدرم. اگرچه رجب دوستی من است، از دشمن هم بدتر رفتار کرد. بر ضد من پاکو را به کار انداخته است. پدرم روز در دفترچه خود چنین نوشته است: واقعا این طور شده است. سال 1934 پدرم به مسکو به انجمن یکم نویسندگان می رود. آن وقت نویسنده اول رجب دین مگمایف زنده بود. او پدرم را به جان و حالش نمانده سرتراش خانه می برد که مویسر و ریش و موی لبش را اندکی به ترتیب آرد. یا رجب خستن می فرماید یا سرتراش نفهمیده ریشی سفید یگان بار تیغ نرسیده پدرم را پاکیزه تراشیده می پرتاید. پدرم یکی با خبر می شود که کار از کار گذشته است. در آینه افتی آدمی تماما بیگانه و حتی ناشناس را دیده فریاد می زند. دو دست بروی می کشد و از سرتراش خانه بدر می رود. دیگر به مجلس های انجمن هم نمی رود. از غایت خجالت به چشم آدمان پیدا شده نمی تواند. من روی خود را در زندگی دیگر کرده نمی توانستم. می گفت بعدها پدرم. در شیر سیمای خود را چخیل تغییر می دهم. پدرم چی در زندگی و چی در ایجادات خود کر و فر و مغلق کاری را نمی پسندید. اگر چند یک وقتا قریب بود به رفتار کسی بیگانه عادت کند. یاد داشت. به خانه پدرم به مخچقله هم اولانمان مهمانی آمدند. آنها وقت صحبت پی بردند که غمزه سدسه هنگام سخنرانی در یک حالت غیر طبیعی و غیر عادی، یعنی با 3 انگشت منح داشته می نشیند. یکی از مهمان غمزه را پرسید: ما پیشتر با 3 انگشت منح داشتن نشستن تو را نمی دیدیم. این عادت را کی پیدا کردی؟ به تو چی در کار این کار؟ نمی زیبد. این عادت چونی غمزه؟ گپ تخ گفت پدرم. ترک کردن لازم. همش عیب رسام محیدین جمال. گپ در سری آن که او 3 ماه دراز صورت مرا کشید. 3 ماه در نظرش نجنبیده با 3 انگشت من هم را داشته نشستم. همین را فرمود و می بایست بر رسام اطاعت می کردم. دشوار بود این کار. نشستن همین حالت دشوار بود. بعضا در نظرم چنین می نمود که 3 انگشت کسی دیگر منهی مرا داشته ایستاده است. 3 ماه هر روز به همین طرز نشسته آهسته آهسته عادت کردم. ساعتهای در این وضعیت نشستنم کیها به آخر رسیده صورت تیار شد و به دیوار خانه آویزان است. لیکن می بینید که من هنوز منهم را با 3 انگشت داشته می نشینم. بعضا آدمی درد دل هنگامی درد نیافتن دلش هم از روی عادت یک بار دست بر دل می برد. غم نخورید، من علاج یافته این عادتم را ترک می کنم. در دفترچه خاطرات پدرم قصه دندان شنانی او ثبت شده است. وقتی که کار نزدیک می آید دکتر از غمزه می پرسد که دندانی چه خیلی شیناند، تیلا، نقره یا پولاد. غمزه سراسیمه شده چی گفتنش را نمی داند و به دوستانش که آنجا حضور داشتند این دو طلبانه می نگرد. تیلا شینان، نصیحت می دهد یک دوستش. تیلا چیزی اصیل است. پولاد شینان می گوید دیگری. پولاد سخت هیچ وقت خورده نمی شود. چخیل می شود؟ اعتراض می نماید غمزه. اگر من به اول دندان تیلا یا پولاد شینان روم،
آدمان به من طرز می‌نگرند که گویا در دهانم دندان فانوس‌ها در گرفته باشند. مردم مرا مانده فقط دندانهایم را تماشا می‌کنند. جلوی دندانها سیمایم را می‌پوشاند. استخوانی‌اش را شینانیدن ممکن است که کسی دندانی نو داشتنی مرا پی نبرد. اگر همین خیل دندانی نامعلوم باشد من راضی. دکتر خواهش غمزت را اجرا نموده دندانی صدف می‌شیناند که آن به دندانهای پیشتره او هم رنگ می‌شود. بعدتر در نظم شاعر مصرع‌های بیگانه یا اقتباس را دیده پدرم میگفت در این شعر دندانها عاریتی میتابند. البته با دندانی عاریتی هم سیب خوردن ممکن، اما به گمانم سیب با دندان خود گزیدگی بر این قرص هم نمی کند، شیرین هم نمی شود. یادداشت: سال 1947 در تئاتر مخچقله شب‌نشینی با تنتنه برپا گردید. 70 سالگی پدری من شاعر غمزت سدسه را جشن می گرفتند. بسیار نطق‌های تبریکی گفته، بس شعرها خوانده و تحفه‌های زیادی بخشیده شدند. در آخر به خودی صاحب جشن به پدرم سخن دادند. غمزت به منبر برآمده آرامانه از کیسه سری سینه‌اش یک ورق شعری مخصوص به جشن مذکور انشا کرده اش را برآورده و همچنین آرامانه به کسی دیگرش دست انداخت. همین دم حرکت‌های آرامانه پدرم یک بار ناآرام شدند. گاه با یک کیسه گاه با کیسه دیگرش دست می انداخت. همه یقین کردند که صاحب جشن عینکش را در خانه فراموش کرده است. فوراً برای آوردن عینک آدم فرستادند، اما غمزت در منبر می ایستاد و علاج واقع را یافتن لازم بود. بنابراین دوستم غمزت ابوطالب عینک خود را داد که آن در نظر موافق می آمد. پدرم عینک ابوطالب را به چشم گرفت، به خواندن سر کرد. او شعر خود را می‌خواند، اما در آوازش در تمام سیمایش نااستواری بی‌جرأتی مشاهده می‌شد و به نظری همه چنین می‌رسید که پدرم شعر خود را نه بلکه شعر کسی دیگر و تصادفاً بس دستش افتاده را می‌خواند. هنگامی که پدرم به خواندن شعر دوم شروع کرد، جوانی با عینک رفته تازان به مجلسگاه درآمد. غمزت عینک ابوطالب را گرفته عینک خود را به چشمان و همان لحظه قامتش راست، آوازش استوارتر گردید و تمام اهل مجلس به پدرم کفکوبی کرد، گویا که غمزت سدسه حقیقی نو به منبر برآمده تا حال در آنجا شخص با او مانند ایستاده باشد. عینک قریب جشنم را ویران کرده بود. با تبسم گفت غمزت: مگر عینک من از عینک خودت بدتر بود؟ با آوازی بلند پرسید ابوطالب: بسیار خوب است، لیکن به هر حال وی عینک توست. هر کس خود چشم دارد و باید عینک هم داشته باشد. پدری من چیزی از حد رفشنی چشم خیره کننده و از حد تیره از چشم نانمایان را نمی پسندید. او چیزی از حد غلیظ و از حد تنک، از حد سرد و از حد گرم، از حد قیمت و از حد ارزان، از حد قفا مانده و از حد پیش قدم را نمی پسندید. به وی خونخواری گرگ معقول نبود و بزدلی خرگوش هم، حکمرانی ظالمانه هم، اطاعتکاری غلامانه هم. او می گفت: نه چندان خشک باش که زود شکنی، نه چندان تر و نرم باش که چون لطه فشرده آبت را برآرند. پدری من از قبیل کسانی نبود که قطره باران زند، نم میکشند و باد سبک وزد خشک میشوند. پدرم کارمندی عادی بود. تمام عادت و خصلت‌های خلقمان را به طرز شایسته در خود تجسم میکرد. یادداشت: روز من و پدرم از مخچقله به اول به عیادت یک خویشمان رفتنی شدیم. سردار حکومت داغستان آن وقت عبدالرحمن دانیالوف بود. به کوهستان عزم سفر کردن ما را شنیده او ماشین سیاه حکومتی را به اختیارمان داد. ماشین به فکرم زین بود. تا دمی که در کوچه‌های شهر راه می‌پیمودیم طبع پدرم روشن بود. همین که از شهر برآمدیم و از آدمان خر و خجیر و اسب سوار اینچونین پیاده‌گرد پیش گذشتن گرفتیم، پدرم در روی نشستگاه نرمی به راحتی ماشین به ضابطه شدن گرفت.
من جوانی کرده سرم را از تریزچه ماشین می برآوردم تا آدمان در چخیل ماشین سوار بودنی مرا بینند، اما پدرم خود را حد الامکان درونتر جای پناهی ماشین می کشید. باران می بارید. بلبی دریاچه تا قتلی رسیده دیدیم که یک پیرمردی عرابه سوار در میان آب مانده است. پدرم زود ماشین را نگاه دارانده به آب در آمد و به پیرمرد یاری کرد. آنها هر دو برزگاوها را چوچو می گفتند. چرخهای عرابه را تیله می دادند. پس از کوشش چند عرابه برای هموار برآمد. ما برای خود دوام کردیم. بعد یک چند کیلومتر از پیچی را باز دریاچه برآمد. پدرم باز ماشین را نگاه دارانده تا رسیده آمدن این پیرمردی عرابه سوار توقف نمود. موی سفید حتما اینجا در میماند. من از این دریاچه چخیل کرده گذرانیدن برزگاوها را میدانم. تا آمدن موی سفید ایستاده به وی یاری میدهم. در حقیقت تا این دریاچه دوم غجیر راست کرده رسیدنی عرابه نگران ایستادیم و پدرم برزگاوها را ماهرانه از آب گذرانیده ماند. وقتی که از بویناق به کوه بارهای گوناگون میکشانیدم، من هم با چنین احوال چندین مراتب افتادم، میگفت پدرم. با ما در حالتی که دستان ترش را ببر دامنش پاک کرده سوی ماشین برمیگشت. او از قفای عرابه نگریسته ایستاده تبسمی حزن انگیزی میکرد، گویا که تمام روزهای گذشته زندگیش همراه آن عرابه میرفته باشد. هنگامی برآمدن به عقبه خنزخ، ماشینی بارکش به ماشین ما زده گذشت و چرخ ماشینمان ویران شد. پدرم از این حال خرسند شد مگر که سوی اول پای پیاده قدم زد. هرچند التجا کردم که تا شنانیدن چرخی نو ایستد نگفته پیاده رفت. من با این خیل ماشین حتی توی رفتن را به خود روا نمیبینم و حال آنکه به عیادت دوستی بیمار با چنین کر فر رفتن هرگز نمیزیبد. نه، من بسیار خرسند که ماشین ویران شد پای پیاده میروم. پدرم با پیراهی که از آوان بچگی برای شناس است، با پیراهی که آن 7 پشتی مردم کوهستان را به اولی ما رسانده است رهسپار گردید. ما چرخ ماشین را درست کرده با راه کلان رفتیم. ما و پدرم به اول برابر رسیدیم. بعد در مخچقله عبدالرحمن داناییلف با پریشانی از پدرم قصه ویرانشوی ماشین را پرسید. پدرم شوخی آمیز جواب داد ماشین از حد زیاد نقص بود، اگر اندک بدتر می بود هیچ واقعی روی نمی داد. یادداشت: پدرم سالهای آخری عمرش سخت بیمار بود. او برای واخوری با انتخاب کنندگان به کوهسار رفته می آمد. زیرا انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی نزدیک می شد. غمزد سدسه را نامزد پیشبری کرده بودند. در یکی از چنین سفرها به وی ناخواست درد رسید. تا مرکز ریان به ماشین رسیدیم، اما از آنجا تا اولهای کوهی اسبکی رفتن لازم بود. پدرم اسبی آرام یواش را می پیسندید. وی اسب را آهسته حی می کرد، اکثرا از جلوش داشته اتک می کرد. غمزد بیشتر به پیاده‌گردی خوش داشت. راهبران محلی خوب کوشیدند و به وکیل آینده اسبی جوانی شوخی را آوردند. از آنها گیله کردن نشاید، چون که آنها نیکی کردنی بودند و می‌پنداشتند که به چنین مهمان عزیز بهترین اسب ناحیه را پیشکش نمودن لازم است. پیرمردی 72 ساله میزبانان رنجنگویان آوان جوانی خود را به یاد آورده با یک جهش اسب را سوار شد. شاعر موسیفه در حلقه جوانان اسب سوار امامی را میماند که نائبانش احاطه کرده اند. جوانان اسبای خود را غمچین زده سوی اولها شتابیدند تا که آمدن غمزد را به مردم پیشگی خبر دهند. اسب غمزد هم به اسبای دیگر تعصب کرده یورغه برداشت. پیرمرد سری اسبش را داشته نتوانست و پایگاه سختی برخاست. غمزد از بردارزنی اسب خسته و دل به حضور شد. احوالش تا رفت بدتر میگشت و عاقبت از روی زین پریده رفت. به مخچقله بیمار برگشت و این درد تا دم واپسینش از تن او نرفت. شعر همچنین است، میگفت پدرم، سلفیده سلفیده. شاعر باید اسبی مقرری خود را سوار شود، نه اینکه سمندی بیگانه ناآزموده را.
سمندی بیگانه کس را از زین برداشته می پرتاید. درباره پدرم حکایه های زیادی گفته می توانستم، ولی اکنون می خواهم کمی در حق دوستش ابوطالب بگویم. دیروز من از پگاه تا بگاه همراه او بودم، روزی که در صحبت ابوطالب گذشت. بسری شعری که با سببی در وقتش ناتمام مانده است و اکنون باید نوشته به آخر رسانم، نشستن من خیلی دشوار. مردم کوهستان میگویند حقوق به آن سبب بدون مانده است که در وقتش چسبانیدن آن را به فردا گذاشته است. از پگاهی عزم نمودم که یک شعری دور و دراز 2 هفته پیش سر کردم را نوشته به اتمام رسانم. کار دشوار مرا در پیش بود، بنابراین به دایه امان فراسیه گفتم اگر کسی مرا پرسد بگویی که در خانه نیست، به هر که لازم باشم پس از پیشین آید. چون این سپارش داده به بالاخانه خود برآمدم و با خاطری جمع به کار شروع نمودم، ولی از بس که صداهای بیرون به گوشم رسیده می ایستاد، خجیر راستران گشاده شده در کوچه را شنیدم. بعد مدت زنگ در خانه جرینگاه زد. من آوازی فراسیه را نشنیدم، لیکن صدای ابوطالب به گوشم رسید. کرسی نشستم همان لحظه گویا تابه تفسان یا خاری مغیلان گردید که بی‌طاقت شدم. هیچگاه نشده است که در خانه غمزت صدسه یا که اکنون خانه رسول غمزتف به ابوطالب جواب رد داده باشند و او از تکی درگشته رفته باشد. چون این حال نشده است و شدنش هم ممکن نبود، ولی من این دم به حالت ناگواری افتادم. از یک طرف به آن راه دادن ممکن نیست که ابوطالب رود، از طرف دیگر فراسیه را که خواهش مرا صافدلانه بجا آورده به ابوطالب مرا نیست پس از پیشین می آید گفت دروغگویی کردن خوب نیست. من به فرمان دل عمل کردم، نه به القای خرد. سر از تریزه بیرون آورده به دوست دیرینه پدرم خطاب نمودم. در ابوطالب من اینجا. اوه خدای کریم، نخواد که پسری غمزتی صدگی از قرض خواهانش گریخته پنهان شده باشد. ابوطالب این را گفته زود پاپوخش را به دست گرفت و از بری فراسیه گذشت. سوی او یک تیغ کشیده نگریست. رسول به این زن بگوی که وقتی آمدن ابوطالب در این درگاه خود از خود کشاده می شود و رسول آن دم البته در خانه است. خود در خانه نباشی هم اینجا برای ابوطالب همیشه آب و آش و اگر لازم شود جای خواب هم یافت می شود. عیبی فراسیه نه. فاطمه وقتی کار رفتنش به او فرموده است که کسی مرا پرسد در خانه نیست بگوید. بیچاره زوجه هم غمی مرا می خورد. خیریت که زوجه داری و همه گناهایت را به گردن او بار می کنی. مگر فاطمه فراموش کرده است که امروز پنجشنبه می گفت ابوطالب کلاه سرموی تر شده خود را افشانده. روزی پنجشنبه چه خاصیت داشته است؟ روزی حمام روی من است. آیا تو پی نبردی که هر پنجشنبه من حمام می روم و مادام که حمام در پهلوی خانه توست چشمدار شدن ممکن که من نزد تو هم در آمده فرصت تماکو کشیده چق چق کرده می شینم. به تو حمام چی حاجت ابوطالب؟ در خانت و نه و حتی آب گرم داری و نه دوش یک پاره نان سیاه بری. حمام ضیافت تویانه. من باغ و جویچه دارم که آن هزارها سال باز از جانب کوه ها جاری است. من از این جویچه به بیخ هر درختی باغ آب میمانم. آیا به کفلیس و آب پاشک من همین درختان باغ را آب دادن می توانستم؟ حمام را من به دریاچه سیرابی کوهی تشبیه می دهم. دوش و نیت را به کفلیس و آب پاشک. نه، رسول این بازیچه ها را به شاعری بچه ها نورالدین یوسف واگذار. میگویند که وی حالا برای بازی زاچه ها نمایشنامه نوشته ایستاده است. این چیزها برای زاچه های او عین مدعا می شوند. بعدی حمام چای باشد خوب می شود. تکلیف کردم به ابوطالب هنگامی که از راه رفت به خانه وارد شدیم. والله که چای هم می شود، بالله که دم گرم هم. بد نیست تا الله که شراب هم ضرر ندارد، اما بعدی حمام از همه بهترش عرق جان. دمی گرم داریم لیکن شب مانده. حالا بر وقت خوراکی نو نپخته ایم. از شب مانده سر میکنیم. انا من نگفته نوشم تیار می شود. فراسیه دسترخوان می آراست. من در این میان مشروبات خارجی خود را تعریف می کردم. من از مملکت های گوناگون جهان رام و کنیاک، جین و ویسکی، کالوادوس و ابسنت، ورموت و
اونیکوم ونگری بر این شراب‌های شیشه هاشون رنگینی زیبا آوردم. کنیاک هم به نوع‌های گوناگونش بود، مارتینی، کامیو، پلیسکا و غیره. دلخواهت را انتخاب کن ابو طالب. این چیزهای بی‌معنیت را بردار رسول. اگر مرا ضیافت کردنی باشی عرق سفیدی عادی ریخته ده. عرق سفید نه فقط برای آن خوب که ما آن را می‌دانیم، بلکه از آن جهت نیز خوش است که آن هم ما را می‌داند. آن چی تو به من نشان می‌دهی شاید بسی خوشخور باشد، اما همه این شیشه ها از جای دور آمده اند. به زبان دیگری به من نامفهوم گپ میزنند. من نیز به زبان حرف میزنم که آنها نمیفهمند. خصلت و عادت، فعل و خو چی می شود؟ نه، ما یکدیگر را تماما نمیشناسیم. این شیشه ها به مهمانان ناشناس میمانند که با آنها اول زبان یافته گپ زدن، شناسا گردیدن و نان و نمک شدن لازم. میترسم که ما گپ یکدیگر را فهمیدن نمیتوانیم. اینها را برای دوستان خودت، نویسنده های مسکوی گرفتمان، برای آنهایی که طعم خوراکی خانگی مادرشان پخته را فراموش کردند. در بین شیشه های مشروباتی من یگان تا عرق یافت نشد. خود را چنین وانمود کردم که حاضر خسته مغازه میروم. در عین حال امید داشتم که ابو طالب مرا از راه گردانیده میگوید چی در کار بیرون؟ باران، شمال سخت، در خانه اینقدر مشروبات هست، اصلا در روی میز بهترین کنیاکای فرانسوی ایستاده، عرق بیار گفتن خود ناز و نوز کردن است. ابو طالب در حقیقت مرا از راه گردانیده گفت نه رسول، معلوم که به سرت سفیدی افتاده باشد هم هنوز جوانی، به عرق خودت میروی. آیا از تو جوانتری نیست؟ بیرون برآمده پسرچه همسایه را گپ زن آورده میدهد. من سراسیمه نیستم، تا برگشتنش به حضور میشینم. مجبور شدم گفتی ابو طالب را بکنم. به پسرچه همسایه پول دادم، به مغازه تاخته رفت. در این مابین ابو طالب به اطراف نظر میافکند. در خانه‌ات از کوهستان مهمان نمی نماید. نخود یگان کس نباشه. امروز هیچ کس نیست. وقتی زندگی غمزت که دوستی من و پدری تو است، در این خانه همیشه مهمان بود. مهمان از آن جهت خوب است که همه وقت تماکویش همراهش. چیزی کشیدنی هم دارم. گویان از قاطی نوهای گوناگون سیگار و پاپیروس را برآورده ماندند. این نیچه های سفته سفید به من نمی شود. این کشیدن های مسکوی شماها به من فقط تماکوی بلند جایداری خودمان معقول. خلطچه خودم را نبرارم نمیشدگی برین. ابو طالب از بغل خلطچه را برآورده تک و رو کرد و یک کشیدنی تماکو یافت و آن را ماهرانه پیچانیده به زبانش تر کرده چسبانید. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتار 14.